اعتماد کردن این روزا خیلی سخت شده، مخصوصا اگه حسابی اهل گشت و گذار توی شبکه‌های اجتماعی باشی و این اساتید اینستاگرام دم به دقیقه یه چیزی به خوردمون میدن و ما گیج میشیم این وسط که کی داره چی میگه و چی درسته غلطه. و این وسط یه مرجع درست حسابی پیدا کردن که بتونیم واقعا به حرفاش اعتماد بکنیم خیلی سخته. سلام، من نگار جمشیدی هستم و اینجا استیج مدرن. امروز در کنار دکتر رستمخانی هستیم و میخوایم درباره فلوراید و اقدامات پیشگیرانه دندان صحبت بکنیم. ما اصلا بریم ببینیم فلوراید واقعا اونقدر که میگن ضرر داره نداره. دکتر سلام، یه سلام علیکی داشته باشین با رفقای ما و خودتون رو کامل معرفی کنین و بریم سراغ گفتگوی جذابمون. سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. باعث افتخاره که کنار شما هستم. بنده محمد نعیم رستمخانی هستم، جراح دندانپزشک که در شهر زنجان مشغول به کار هستم. هستم در خدمتتون، هر سوالی دارین بزرگوارید. مرسی از شما، باعث افتخار ما هم هست که در کنارتون هستیم، میتونیم از صحبتاتون استفاده بکنیم. دکتر، من مدام یعنی چند سال بیشتر میشنوم که آقا فلوراید ضرر داره، فلوراید استفاده نکنین، خمیر دندون استفاده نکنین، مسواک نمیدونم براشش پلاستیکیه بذارین کنار، ذرات پلاستیک میره تو بدنتون، مسواک چوبی استفاده کنین. اصلا من به شخصه گیج شدم که چیکار کنم. واقعا خمیر دندونی که استفاده میکنیم، فلورایدی که استفاده میکنیم ضرر داره برامون؟ بله، همونجوری که متاسفانه فرمودین، یه سری برای دیده شدن تو اینستا یا حالا هر جای دیگه میان یه سری حرفایی میزنن که مردم شوک بشن، بگن مثلا این چرا باید ضرر داشته باشه. در حالی که اون سری چیزایی که میگن ضرر نداره هیچ، در حالی که یک چیز نیاز و ضروری بدن هستش تا حدی. مثلا یکیش همین فلوراید هستش. فلوراید یک چیز نیاز برای دندونه، یعنی اگر نیاز نبود در خمیر دندون که ما به صورت روزانه استفاده می‌کنیم وجود نداشت. و حتی ما الان داریم میگیم که خمیر دندون‌های استفاده کنیم که فلورایدش فلان اندازه باشه، وجود داشته باشه، هیچ یه حداقلی هم باید داشته باشه برای اینکه سود برسون. بله، مصرف خیلی زیادش ممکنه یک سری ضررها داشته باشه، اونم به صورت سیستمی که حالا در آینده بهش اشاره میکنیم، ولی نه، کاملا این نیاز هستش. باید برای جلوگیری از پوسیدگی ها و یک سری چیزها که در آینده حالا سوال بپرسین جواب میدم، بهتون میگم که کجاها نیاز هستش. پس فلوراید نه تنها ضرر نداره، ما به این اطمینان رسیدیم که ضرر نداره، خیلی مفیده برای ما و یکی از کارهای پیشگیرانه است برای اینکه به دندونامون آسیب نرسه. پس یه محبت کنیم بیشتر درباره کارهای پیشگیرانه ما صحبت بکنیم. ناکنین الان در کل جهان و مخصوصا کشورهای پیشرفته دارن میرن به سمت درمانهای پیشگیرانه دندان پزشکی که دیگه کارهای درمانی و اگریسیو مثل ترمیم، درمان ریشه و کارهای دیگه انجام نشه و اونجا به اون حد نرسه. و الان میگم کلا سیاست‌های بهداشت جهانی اینه که دنبال پیشگیری از بیماری هاست و تو دندون پزشکی هم ما خیلی کارها داریم برای پیشگیریش که یکیش همین فلوراید تراپی هستش. فلوراید باید حالا بیایم اول در مورد درمان‌های پیشگیرانه صحبت کنیم، بعد فلوراید. درمان‌های پیشگیرانه حالا من توضیح میدم که وقتی که دندان‌های فرد شروع به رشد کرد، دندان‌های شیریش، یعنی فرزندمون در حدود 6 ماهگی دندان‌ها شروع به رشد میکنن، باید درمان‌های پیشگیرانه از اونجا شروع شه تا به بالا. و تو 6 ماهگی هم والدین باید دندون‌ها رو با یک گاز مرطوب پاک کنن تا 12 ماهگی. و از 12 ماهگی به بعد هم که دیگه باید یک سری کارهای خاصی انجام بدن که حالا تو آینده بهشون میپردازیم. درسته. در واقع فرمودین که پدر و مادرها از همون سن پایینه، چند سالگی فرمودین؟ از 6 ماهگی. از 6 ماهگی باید این کارو شروع بکنن. و دکتر خمیر دندون بچه‌ها رو من دیدم مثلا متفاوته. درصد مثلا موادی که توش حالا هست درصدش متفاوته، تفاوت خاصی داره. اون فلوراید واقعا بی خطره برای اون بچه؟ فلوراید مقداری که حالا خب تو خمیر دندون هست
بعضی از خمیردندون‌هایی که برای بچه استفاده میشه فلوراید نداره که ما اینو توصیه نمی‌کنیم. فلوراید باید داشته باشه خمیردندون، ولی اندازه‌ای که تو روی مسواک قرار میدن به اندازه دانه برنج هست به اصطلاح گفته میشه برای بین 2 تا 5 سالگی، که اگر هم بچه خمیردندون رو گورت دادش به جای اینکه خارج کنه آسیب زیادی بهش آسیب نمیرسه، ولی اگر خیلی بخواد این اتفاق بیفته هی گورت بده فلان، ممکنه که یک بیماری داریم به اسم فلوروزیس که به دلیل فلوراید زیاد هست که به صورت سیستمیک مصرف میشه، یعنی حالا یا فلوراید یا دهانش فلوراید یا بچه گورت میده، که این خودش یک بیماری هستش که به اسم فلوروزیس، حالا خودش بحث دیگه ایه، ولی خب اگر به اندازه دانه برنج بر روی مسواک گذاشته بشه حتی گورت هم بده مشکل خاصی برای بچه در پیش واقع اون فلوراید فقط توی محیط دهان بگردونیم مجاز هستش، قرار نیست که توی بدن وارد بشه. موضعی. درسته. خب دکتر درباره مسواک زدن بچه‌ها صحبت کردیم. شیوه صحیح این مسواک کردن دندوناشون بشه صورته، نکته‌ای هست بگین که پدر و مادر یاد بگیرن؟ بذارین بگم که اولین معاینه دندانپزشکی بچه‌ها باید هولوش 6 ماه بعد از رویش اولین دندونشون که هولوش 12 ماهگی میشه باشه که تو اون دیدار هم یک ویزیتی بشن بچه‌ها، هم توصیه‌های لازم به والدین گفته بشه. یکی هم همین طریقه مسواک زدن هست. بچه تو خب تا تقریبا 5 سالگی حتی خود هم 6 سالگی هم طریقه سه نمیتونه خودش کامل و درست و اصولی مسواک زد بزنه. بله. و این توسط والدین باید آموزش داده شه، حتی کمک کنن خودشون برای بچه‌ها مسواک بزنن تا 1-2 سال که این دیگه کاملا تو ذهن بچه نهادینه بشه و خودش به صورت درست و کامل مسواک بزنه. و مسواک هم حداقل باید روزی 2 بار، صبح قبل مصرف صبحانه و شب هم قبل خواب، حداقل هم 2 تا 3 دقیقه باید طول بکشه و مسواک زده شه. ولی خب بیشتر از این هم باشه که فبه ها، ولی حداقل 2 بار در روز باید مسواک. من یه پرانتز باز کنم، اتفاقا یه سوالی بود که میگن بعد از صبحانه باید مسواک بزنیم، ولی شما فرمودین کلا قبل از صبحانه است. نه اصلا قبل صبحانه، وقتی که شما میخوابین صبح که بیدار میشین خب محیط دهن یک محیط آلوده‌ایه پر از باکتری. بله. در طول شب که حالا با دهنم نفس میکشین، هوا هست، رطوبت هست، باکتری هست، بله. دهان یه محیطی هستش پر از آلودگی. وقتی که شما پا میشین صبحانه رو مصرف میکنین تمام این آلودگی ها رو وارد معدتون درسته. باید قبل چیز کاملا شسته بشه، مسواک زده بشه که دیگه این آلودگی ها وارد معده نشه. درسته، خیلی عالی. دکتر از اونجایی که گفتیم خب اصلا دریافت فلوراید مهمه و ما باید این رو داشته باشیم، دریافتش بکنیم در واقع حالا دهان و دندان ما. روش‌هایی که فلوراید رو ما میتونیم دریافت بکنیم چیا هستن؟ مسواک در واقع خمیردندون، دهانشویه و وارنیش فلوراید هستش. خمیردندون اینو نکته رو بگم که حتما موقع خرید خمیردندون باید دقت کنین که مقدار فلوراید داخل خمیردندون 1000 پی پی ام به بالا باشه و زیر 1000 پی پی ام به درد خاصی نمیخوره. درست. حتما باید 1000 پی پی ام به بالا باشه. بعد روش دیگهش همون دهانشوهای فلوراید هستش که از داروخانه ها میتونیم بگیریم و مصرف کنین. بعد از مسواک زدن در داخل دهان میچرخونن و خارج میکنن از دهانشون. بعد یه روشی که وارنیش فلوراید هست که در مراکز بهداشت و کلینیک‌ها و درمانگاه ها استفاده میشه. بله. که مؤثرترین روش هست طبق تحقیقاتی که انجام شده. و یه روشی که به صورت سیستمیک هست که در داخل آب‌ها هستش، آب‌های فلوراید دار هستش. و یک سری کشورها هم میان به نمک اضافه میکنن که بعضی از کشورها همین کشورها این کارو نمیکنن، به نمکشون فلوراید اضافه میکنن. خب وقتی به نمک اضافه میکنن در واقع فرمودین که نباید جزء مواد غذایی ما باشه. چرا؟ به حد کم هستش. فلوروزیس که میگیم خیلی بیشتر، متوجه شدم. حد نرمال میره بالاتر. باید باشه که در داخل ساختار مینا هم جایگزین میشه و یک ساختار بسیار قوی ایجاد میکنه که به اسم فلورو هیدروکسی آپاتیت که بسیار مستحکم و مقاوم هست نسبت به اسید و شیرینی‌جات که جایگزین میشه و اصلا هدف ما ایجاد فلورو هیدروکسی آپاتیت هستش. دکتر درباره فیشورسیلان می‌خواستم ازتون بپرسم، کلاً چی هست
و چه کمکی به ما میکنه؟ پیشچون سیلان هم یکی از راه‌های درمان دندانپزشکی پیشگیرانه هست که برای دندون‌های دائمی معمولا در دندان شیری هم استفاده میشه، ولی معمولا دندون‌های دائمی استفاده میشه. بله. یک ماده‌ای هست برای دندان‌هایی که در مراحل بسیار اولیه پوسیدگی یا پوسیدگی غیر فعال هستند یا دندان‌هایی که دارای شیارهای عمیقی هستند استفاده میشه و یک ماده رزینی یا گلاساینومر، چندین نوع ماده هستش، روش قرار میگیره و باعث میشه که پوسیدگی در همون مراحل توقف پیدا میکنه و دیگه باکتری ها اونجا حضور پیدا نمیکنن که درش، چون شیارها پاکسازیشون سخته و اونجا غذا میمونه، باکتری ها هستن و باعث پوسیدگی میشن. فیشور سیلاند مقابله میکنه با اون، شیارها رو پر میکنه و دیگه اجازه ماندن مواد غذایی و باکتری ها رو اونجا نمیده و روش بسیار خوبی هست که برای دندون‌های دائمی مخصوصا خیلی خوبه و برای دندون‌های شیش که در 6 الی 7 سالگی رشد میکنن 6 الی 7 سالگی خوبه و برای دندون‌های 7 هم 11 الی 13 سالگی این درمان انجام میشه. درسته. و دکتر سوال آخر، در واقع ما هر چند وقت یک بار باید برای چکاپ دندون هامون به دندونپزشک مراجعه کنیم؟ به صورت عادی برای عموم هر 6 ماه توصیه میشه چکاپ ها، ولی بازم بستگی داره به ریسک پوسیدگی و بهداشت اون فرد. اگر ریسک پوسیدگی فرد بالا باشه، یک سری بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و HIV، سرطان اینها باشه، باید این زمان کمتر بشه. 3 الی 4 ماه یک بار حتما برای معاینه و چکاپ کلی به دندانپزشک مراجعه کنن. خیلی عالی. ممنون از صحبتاتون دکتر، خیلی استفاده کردیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، ما با اجازهتون از حضورتون خداحافظی کنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما و زحماتی که برای این برنامه کشیدین. ممنون ازتون. بزرگوارید، مرسی از شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. ما قرار نیست نه کاملا بی‌اعتماد بشیم به همه چی، نه قراره که زود اعتماد بکنیم. همونطور هم که گفتیم، خب الان با حجم اطلاعات زیادی که شبکه‌های مجازی تو ذهن ما وارد میکنن، یه جورایی کلا حس میکنم بی‌اعتمادی در ما بیشتر شکل گرفته و تنها راه حلش هم اینه که من نوعی آگاه باشم و دنبال مرجع‌های درست حسابی بگردم، مرجع‌هایی که واقعاً میتونه کمک کننده باشه، کامنت‌های مثبت گرفته و 2 تا اثر خوب روی مخاطب گذاشته و در واقع با تحقیق میتونم این مرجع‌ها رو پیدا بکنم. امیدواریم که در واقع اینجا استیج مدرن برای شما یکی از اون مرجع‌های خوب باشه که بتونید به دیگران هم معرفی بکنید. تمام تلاش ما اینه که بتونیم بهتون کمک بکنیم و دوستانه و دلسوزانه هر آن چیزی که نیازه به گوشتون برسونیم. سابسکرایب فراموش نشه. اگه دوست دارین که خلاصه گفتگوها رو بشنوین، به رادیو مدرن حتما سر بزنید و حتما برای دوستاتون ارسال بکنید. نظر، انتقاد، پیشنهاد بنویسید، میخونیم و سریعا جواب میدیم. مراقب خودتون باشین.